سرت طرف راست بته. حالا کم طرف پایین بیبی. اما لطفاً شور نخوری. اما عشقم تو بازم شور خورده میری. وقتی شور بخوری شکل چهره تغییر میکنه. درست است تکان نمیخورم. اما تو آهسته کار میکنی. به خدا قهوه محوه کل چیز سرد شد. سیس بیبی اینه دیگه تمام میشه عشقم. فقط آخرش مانده. عشقم گفتم نه شور نخو. من شور نمیخورم بیبی. اینه تو شیشته. بسیار با تشویش هستم که چی کشیدی. هنوزم تلفنش خاموش است. این دختر کجاست؟ به قصهش نشو مادر. بیازه بسیار خوب شد. نمیخواستم امشب کارهای لودگی رو ببینه. نمیخواستم این اتفاقات ببینه. ما را خواستین آقا؟ ما را چند دقیقه تنابان مادر. بیا اینجا بیشه کندال. کنان ماهیگیر به یاد داری کندال؟ بله آقا. میخواستم حتی قبرم نداشته باشه. بله به یاد دارم. کندال میفهمی که من چرا این قسم یک چیز ازت خواستم؟ به خاطر که میخواستم اون ماهیگیر فقط از زندگی منه، بلکه خواستم از حافظه و حتی از عکسام پاک شبه کندال. چون حتی تحمل ندارم که یک روز اصل سر قبر او لعنتی بره کندال. درست قسم که امر کردین انجام دادیم. او ماهیگیر دعمق دریا دفن کردیم. یقین ماهیگیر نمرده، زنده است. تا پیش خانم آمده، به خانم داخل شده کندال. سر میز غذایم شیشه بود، شریک شرکتم شده. تام یام از کار هنری من. چطور از خوشت آمد؟ خوشم آمد. خوشم آمد عشقم. ای کی است؟ راستش تو معلوم میشه که مقبول تر از ما باشه. اما تو از این مقبول تر هستی. ما چی کنم؟ یعنی همه قدر تانستم رسامی کنم جانم. بیبی من استعداد رسامی را ندارم مثل تو. کنانا درست است. یعنی اگر می داشتم تمام عمر من وقف رسامی چهره مقبولت میکردم. این واقعا بسیار کار مشکل است. یعنی دی دنیا نقاش و رسامی که ایره بتانه رسامی کنه نمیفهمم، اما حداقل امتحان میکردم. تو از کجا آمدی؟ ده زندگیم، ده فکرم و تمام قلب ما ازم گرفت. زیاد دوست دارم کنم. بیشتر از همه چیز دوسته. اما از محبت خشک و خالی شکم سیر نمیشه عشقم. یعنی یک دو لقمه چیز بخوریم. تو هیچ رومانتیک نیستی. گشنه هستم. گشنه. بیا دیگه یک دو لقمه چیز بخوریم. بعد از او بیبی چقدر آدم رومانتیک میشم. بفرمایین. بسیار تشکر آقا کنان. خواهش میکنم. یک جایی پفش میکنیم. یک رزوکو. وقت سه گفتم. 1 2 3.
کت خانواده ما نان نخوردینه و خدا از دست پخت سلما خواهر سیر نمیشی. کل چیز عالی به نظر می رسید، اما واضح بگویم فرصت نان خوردن بریم پیش نامد. کنان عشقم، تو خوب میگی که آشنایی خوب گذشت، اما چهره تو قسم نمیگه. چی شده؟ بیا درمشان کتت خوب رفتار نکردن. در حقیقت یک معرفی خوب نبود، اما قدر بدم گفته نمیشه. بیبی بریم راست بگو، به خاطره که من جگر خون نشو میتو نگو. اگه بد گذشته بگو نی. بد نگذشت، تشویش نکن. راستش دنان خوردن کم پریشان بودن وام شده گذشت، اما کاملا خوب گذشت، تشویش نکن. کنان من نمیخوایم در موضوعات کاریت مداخله کنم، اما تشویش میکنم. چرا از اول نگفتی که شریک کاروبار خانوادت میشم؟ چرا تا آخرین لحظه ازم پد کردی؟ کارهای تجاری است دیگه. یعنی بیادرت بسیار آدم هوشیار و تاجر لایق است و تجربه مادرتان فوق‌العاده است. اگه من این قسم در مقابلشان میشیشتم، یک ماهی خرد میشدم. او وقت کل شرایط اونا مشخص میکردن. حال شرایط برابر شد. این قسم به هر دوی ما خوب است. فهمیدم، اما میترسم. فکرش نمیتونم که اونا چی واکنش نشان میدن. بسیار حیران میشن، حتی شاید اعصابشان هم خراب شود. اما هیچ تشویش نکن، به مرور زمان عادت میکنن. باید در مناسب ترین زمان در مقابلشان بریم. یعنی حرکت استراتژیک؟ بیبی، من از ناکام شدن خوشم نمیآید. به او خاطر پیشنهاد من در مناسب ترین وقت برشان میگم. چطور نمیفهمم؟ راستی بیبی، اینا کلشان عالی هستن. خوشم آمد. نوش جانت. زنده باشی. پس شماره ای کیک فروشه برم بده که گاه مام سفارش بتام ملینا. تو از کجا فهمیدی که ایرا مجبور نکردی؟ خادگه در خانه هیچ بوی کیک و لوازمش نیست و دیگه آشپزخانه‌ام کاملا پاک سوتره است. بی متوجه چی چیزا که نیستی. خیمام بعد از این مهارت‌های ما زیاد میکنم، یا که آشپزی را یاد میگیرم، فقط که زیاد مشکل است. نه، هیچ مشکل نیست. حتی یک فکر عالی است. اگه آماده کردی، عاشق کیک پنیری هستم، اما در صورت که در خانه آماده شود. پس ایرا به ما بان. و تو؟ ای قسم یک چیز ناممکن است آقا اورال. با چشمای خودم دیدم دست و پایش بسته شده به دریا انداخته شد. ما هم با چشمای خودم دیدم کندال. نفر کل شب جور تیار در مقابلم شیشته بود. بسیار معذرت میخوایم آقا، ما واقعا بسیار ایران شدم. اگه میخواین کاری را کنیم درست است، شو باش. همیشه همو گپا میگی، اما حوصله مرا سر بردین. برات آخرین چانسم ای تو. درست است آقا. ای احمق در ظرف 3 ماه ثروت زیاد را به دست آورده کندال. واضح است که پشتش یک نفر دیگه است. او را برام پیدا. درست است کندال، اگر نتونی کارم انجام بدی، باید خودت در دریا بندازی. اگر کمی هم عقل داشته باشی، مثل ماهیگیر در مقابل من ایستاد نمیشی. کل چیز بسیار عالی بود. بسیار زیاد تشکر. ما کار نکردم، کلش خودت آماده کردی. تشکری از ما است. البته که آماده میکنم، چرا که زیاد دوستت دارم. میفهمم. تو در قضیه گپایی که درباره تابلو گفتم نباش. بسیار خوشم آمد. دستت درد نکنه. متوجه خودت باش. درست است. با احتیاط رانندگی که درست است. وقتی خانه رسیدی برام پیام بده. ماما خوش آمدی. خوش باشی شیرین. خداوند محبتتان زیاد کنه. کمه گپ بزنیم. گپ میزنیم. بیا زمان با می خاطر آمدیم. اما اینجا نه، کمه خسته شدم. یگان جای دیگه بریم. صحیح است شیرین. جمپر ما بگیرم میایم.
برات نگفتم تا دروازه را تک تک نکردی داخل نیایی؟ بعد از آمدن مهمان ناخواسته که امشب خانه ما آمد، تک تک نکردنم قبل از داخل شدن حیران کننده نیست. ازت یک چیزی رو پرسان میکنم اصل. تو سالها چطور تانستی عاشقی آدم باشی؟ تو میخوایی چی بگویی ها؟ یادم یک ذرام حیثیت نداشته. پیش ما کنان در این دنیا با عزت ترین شخص است. اگه کمی هم عزت می داشت حتی دست به دست دیدن من و تو را تحمل نمیتونست اثر. اگه من با جای می بودم دیدن تو را با کسیدگی 5 ثانیه هم نمیتونستم تحمل کنم. چی میکردی؟ کاری که امشب همراهی بیادرت کردی؟ نمیفهمم. وقتی موضوعی تو باشم من نمیتونم خودم کنترل کنم اصل. اورال، هر دوی ما بسیار خوب میفهمیم که چرا اینجا آمدم. ساختن غروره که از بین رفت. میخوای قیمت کارایی را که انجام داده ما بپردازی. یعنی مشکلش اصلا شریک شدن در شرکت نیست، همه تو نیست؟ هدف او انتقام گرفتن است. پس افسوس به حال او احمق. اونقدر پیسر از کجا پیدا کرده؟ شاید دزدی کرده باشیش. کنان به هیچ چیزی که از خودش نیست دست نمیزنه. او را مثل خودت فکر نکن. برات نشان میتونم که او ماهیگیر چی قسم انسان است. موضوع شرکت مرکت نیست. ماهیگیر وارد دریای خطرناک شده. وقتی موضوع تو باشی کنان خوبان، اگه کل دنیام در مقابل مستاد شوان فرق نمیکنن. کل نگیر زیر پایم میکنم. شب بخیر خانم جانم. خودم می سوزانی کنان، خودم می سوزانی. اگه تو را چیز شوم من میمورم. یعنی که خانم جانان میخواه شراکت از بین ببره ها؟ و اورال کل شب چشمای خود ازم جدا نکرد. از حسادت خود خورده تپیدم میرفت اما نشان نمیداد. خون سرد از بیشرف، اما اینا روزای خوبش است. خب او اصل با دیدن چی کرد بچیم؟ چی قسم رفتار کرد؟ خب البته که انتظار نداشت. بسیار جگرخون شد، بسیار زیاد. جگرخون شد یا جگرخون بود؟ هر دوش بسیار زیاد متفاوت از شیره. اما بیادر، وقتی طرف چشمایش دیدم مثل که روزه گذشته را دیده باشم. با دیدنم چشماش برق میزد. یعنی اگر از اتفاقات بیخبر نمی بودم میگفتم با دیدنم خوش شده، اما کار مشکل است. مثل امواج دریا که برخلاف جهت حرکت میکنه. اگر درد تحمل نکنی به ساحل نمیرسی. تو تحمل میتونی شیره. تحمل میکنم. باز خوب است. راستی یک چیز به فکرم آمد. چی به فکرت آمد؟ چی بافهمم بیادر؟ او دختر خو هیچ گناه نداره. وجدانم راضی نمیشه که اتو همراه احساساتش بازی کده فریبش باتم. ببی شیرم، ظالمات تاج خدا در سر مظلومین میزنن تا وقت مظلومین از زیر پای نکنن با شان و شوکت خود نمیرسن. بچیم علینا اصلی ترین دانه ماست. از یک طرف دل او را با دست بیار بچیم، از طرف دیگه گلون او را فشار بده. دیگه هیچ رای نداره.
میفهمم بیادر، اما بچه ماما نداره. ما کل چیز نظر به پلان کردیم. تو را خناق با محفل روانه کردیم. موتر دختر خراب کردیم به خاطر که شما معرفی شوین. دو ما میشه به خاطر گپ دادن و دختر کوشش میکنی. اما ما هم خوش نیستم بچه که دختر بیچاره را وارد قسم بازی کنیم. اما دیگه چاره نیست. ما و رول احمق خوب میشناسم. سرش که فشار بیایه باز زود دکده حمله میکنه. دقیقا وقت واسط لینا ما سر او حمله میکنیم. اطراف او را خالی میسازیم. وقت ببینیم که دیمی رغلاها چی میکنن. اگه هر چی کنم بازم ده دست ما میفتن. بعد از اویش بیازو قسم مفته است. مثل بازی موش و پشک. او زن ما برای چی بگویم؟ چرا نمیفهمی؟ ایره سر میز صبحانه نیار، بسیار بوی بد داره. ما از اونجا استانبول آمدیم، تو هنوزم سمبوسه جور کده میری. حالا ای کارایی تا بان دیگه. ده کارایم غرض نگی خلیل، هر کس متوجه کار خود باشه. من خود متوجه کارم هستم. تو اعلان امیتی اونجا کلان قصر است. ببین تو ما را کجا آوردی؟ در خانه امید که مثل قفس است آوردی. چی ضرورت بود بگو ها؟ چی ضرورت بود ها؟ بازم گل صبح چی پر گفتم میری آقا خلیل؟ چیز نیست همه نرگس. این سمبوسه ها را میگم چی ضرورت است؟ میگم بانش، میگم ضرورت نیست، میگم ایفش نکده. اما ای بیادرزادت گوش نمیکنه همه نرگس. حالا تو بگو سمبوسه فروشی به ما میزیبه ها؟ چرا چی گپ است؟ چرا نزیبه؟ با عرق پیشانی پیسه به دست میاره. البته یگان تا نمیفهمن به خاطر که دین و ایمان خود فروختن. اما جان تو یک چند تا دستمال بیار، به نظرم اینا کم است لطفا. درست است دختره، من میاره میارم. زنده باشی. تو هم زنده باشی. تو به خاطر غرورت در قصر دیمیرغلو نمیری. من غرور ندارم ها ملکه. 2 ماه شد که من به بینی رسیدم. بیبی گپ نمانده که نگفته باشه. دین ندارم، ایمان ندارم. بس است دیگه ملکه، بس است. بیبی ملکه زد نکن، غرور تبان. بیا که اردوی ما در قصر جا بجا شویم. ببین کل چیز خوب میشه. خلیل این موضوع را بسته کن. به جای رفتن به او قصر بهتر است که به قبرستان برام. فهمیدی؟ درست است. اگه به فکر خودت نیستی درباره ما هم فکر نمی کنی. اما حسن تو میفهمی که دخترت با چی وضعیت است؟ ها؟ 2 ماه میشه که از وضعیت دخترت هیچ پرسان نکردی. میفهمی که چی میکنه؟ دختر به خاطر راضی ساختن تو جان خدا میته. تو حتی نمیخوایی که ما آدرس برش بدم ها؟ هر روز درباره تو پرسان میکنه. مادرم چطور است؟ چی میکنه؟ ما میران ماندیم که بعد از این برش چی بگویم؟ یعنی چی بگویم؟ من برش چی بگویم؟ بگو. خلیل موضوع را بسته کن. درست است. سر زخمم نمک پاش نتی. فهمیدی؟ بسته کن. خوب است. درست است. درست است. بسته میکنم. بسته میکنم. خسته شدیم به خدا. بیخی از این زندگی خسته شدیم. این چی روز است؟ توی کار ببین. صبح بخیر خانم اصل. صبح بخیر. صبحانه آماده است. گفتم براتون خبر بدم. زنده باشی. صبح وقت بیدار میشین. خانم نازم همیشه وقت بیدار میشد. گفتی خانم ناز؟ این خانم ناز کی است؟ خانم ناز؟ چیز معذرت میخوایم، من باید برم، کار دارم. کار
کارت برکت دخترم. زنده باشی امه جان. به خدا که کمرم از درد مشکنه. ابرو دختره. ملکه مادر، تو از کجا آمدی؟ خوش آمدی. خوش باشی. دخترم مقبولم. اما نرگس ای ابرو است. خوش آمدی دخترم. دسته همیته بپوسنی. نام خدا کلان شده. آخرین بار که دیده بودمش یک تفلک خورترک بود. تو خورد بودی، مرا به یاد نداری؟ گوش نستی؟ بیا صبحانه بخوریم. بیا نو تیار کردیم. نه ما درا یگان چیزا خوردم. راستش من کم خسته هستم، میخوایم با رام خو شوم. ابرو در کجا خو کنه؟ ما اتاق خورده برش آماده میکنم. به زحمت میشی. نه زحمت چی؟ بیا دختره. چرا خبر ندادی که همه تو دفعتن دلم شد. کار ایلا کردم، باز با عجله اینجا آمدم. کار ایلا دادی؟ تحمل ندانست. مرا کشیدن که خودشان ترفی کنن. هنوزم سرم کلاشویی میکردن. خوب کردی. بیازو دلم نمیخواست که تو اونجا تنها باشی دخترم. حتی هیچ نمیخواستم که کد اونا کار کنی، اما پدرت هست دیگه. به هر صورت خوب شد. خوش آمدی. از اونجا کدام خبر است؟ همو گپای سابق مثل همیشه. از کنان کدام خبره است دخترم؟ نه، چندین دفعه زنگ زدم اما تلفنش خاموش بود. میفهم. مام زنگ زدم، به او زنگ زدم، به احمد زنگ زدم، اما به تماس شدن نتونستم. مثل که زمین سوراخ شده و داخلش رفته باشه. نه خبره نه گپی، هیچ چیزی نیست دختر. دعا میکنم بعد از کارایی که اصل همراهش کرد خودکشی نکرده باشه. قسم نگو دخترم، قسم نگو. دانته بخیر باز کن. به هر صورت ملکه مادر، بهتر است که این موضوع را باز نکنیم، به خاطر که دلم بسیار پر است. درست است دخترم. جایت آماده است دخترم. زنده باشین. خب دیگه اما میرم کمه خو کنم. برو دخترم، برو خوش. زنده باشی جان. نوش جانتان خانم. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. بسیار شیک شده ناقاران. بسیار تشکر. خب اولین دیدار شراکتتون چطور بود؟ به خدا خوب گذشت. صبح بخیر. صبح بخیر. حتی فوق‌العاده گفتم میتونم. حالا چند دقیقه بعد شرکت میرم. همراه شریک جدید ما درباره جزئیات قرارداد گپ میزنم. آلیس، یعنی با هم جور آمده به تفاهم رسیدین؟ تو شرکت بان بگو که دیشب کجا بودی؟ کت دوستای نمایشگاه بوده، یه جای نان خورده. تا صبح ها؟ ای دوستت کی است جانم؟ دهی وقتا زیاد میبینید. دوست است دیگه، چی فرق میکنه مادر؟ بعد از اگه ناوقت میکدی خبر بده که محافظین آمده تو رو بیارم. محافظ چی مادر؟ بیا در چی میشه، یک چیز خوب بگو. به خدا مرا دخیل نسازین، من از خود کاربار زیاد دارم. کارای من مهمتر است، باید متوجه اون باشم. من رفتم. سلام، صبح کلتان بخیر. وکیل رای فسخ کردن قرارداد میپاله. میفهمی که سرشان فشار میایه. میفهمم مادر. چطور است؟ از اتاقت خوشت آمد؟ آقا عزیز گفت هر قدر میتونین ساده باشه زرق و برق خوشش نمیایم. با او خاطر شخصا خودم آمادش کردم. اتاق تو رو بهتر از اتاق خود آماده کردم. کنعان گفتن نمیتونم که زیاد برای مهم است. به هر صورت حداقل به اندازه تعمیر شرکت سابقه کهنه نیست. درباره موضوع مدیریت عمومی خود کدام مشکل پیش نمیاد؟ یعنی اگه از طرف تو مشکل ایجاد نشه از طرف مام نمیشه. مام دیشب موضوع رو پود کردم، اما به خاطر که با تشویش هستم برات میگم هدف من در این شرکت واضح است. تو چی رو میخوایی کنعان؟ عدالت. بعد از صبحانه بیرون بریم.
هم چکر بزنه و هم کمی خریداری کنه. بیازو دیروزم رد کردی. ای بار اعتراض نمیخوایم. سعیس میریم. مثل که نمیخوایی مرا سلا بزنی جانم. البته اگه میخوایی تو هم همراهی ما بیا. نه، ما بیازو از خود کار دارم. شما برین. یک سوال پرسان میکنم. این ناز کی است؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ تو چرا این سوال پرسان کردی؟ به خاطر که ددان کلگی است. روز قبل نورا مرا ناز گفته صداقت، حالی هم سیبل یادش کرد. او چی گفت؟ گفت خانم نازم مثل شما وقت بیدار میشد. اینجا شیشته به جای گپ کشیدن از دان دیگرها کمی متوجه شوهرت باش اصل جان. این گپ به شما چی ربط داره؟ هر چیزی که مربوط بچیم شوه مربوط من میشه جانم. به نظرم با این شرایط عادت کن. اگه قبل فکرش هستین خودتون هر روز بدرقیش کنین. هر چند کاری نیست که نتونین. نوش جانتان. مام سیر شدم. نوش جانتان. با امید دیدار. بازم این موضوع ناز از کجا شد؟ از دانه یکی از کارگرها شنیده. از کی؟ گفتم از کی الینا؟ نگفت مادر نمیفهمم. درست از پسم تو باشه. هرچی نباشه خودم معلوم میکنم. اینجا هستی؟ آفرین به تو. کار خوبه کردی. اگه به گوش خانم جانان برسه تو تشویش نکن. بیشتر از معاش 1 ماه میگیری. اگه مادرم هم خبر شد هر کاری میکنم که اخراج نشی. سرم باور کن. زنده باشین خانم دفنه. اگه کدام کاری دیگه از دستم بیایه کافیست که بگوین. بزودی حتما ضرورت میشم. خوب وقت جلسه شد. بیا که بریم. سعید بریم. ما را تنابان سینان. اما جلسه سینان بیرون برای. دیشب نتونستیم بارامی با هم گپ بزنیم. چرا؟ چیز آرامیتون خراب ساخته من متوجه نشدم. حق داری که متوجه نشی، چون به اندازه خوردستی که نمیتونی آرامی مرا ببینی کنم. معلوم میشه تاثیراتش قدر خورد نبوده. همراهی ما بازی نکن ماهیگیر. هر دوی ما خوب میفهمیم که تو چی میخوایی. ناق زحمت میکشی. من کسی نیستم که از داشته های خود به اندازه تو با آسانی منصرف شوم. ما منصرف نشدیم. فقط چیزی که دست داشتم خود ارزان فروختم قدر. شاید لیاقتش نداشتی، شاید هیچ وقت از تو نبوده. به هر صورت حالا بیا به جلسه بریم. میفهمی جلسه به کلگی ما مهم است. راستی به زودی دعا خواد کردی، چون میخوایی دوباره به همون دریا برگردی. بله دوستان، کلگیتون خوش آمدین. به خاطر انتخاب کردن مدیر جدید عمومی شرکت رای گیری میکنیم و معلوم میشه که یگانه نامزد خودم هستم. اما بازم طبق اصول از تمام سهمدارا پرسان میکنم. کسی هست که بر نامزد شدن ما اعتراض داشته باشه؟ البته که نیست. نظریات شریک جدید ما آقا کنان البته که بر ما مهم است، اما کاش که خودشم کمی به ما اهمیت قائل می شد. مثلا میتونست از ما پرسان بکنه که چرا در قدر سالها ما آقا سینان به این موقف نرساندیم. مشکلش چی بود؟ در تجارت مشوره حتمی است، البته که آقا اورال، اما لیاقت و عدالت بسیار مهم هستند. به نظرم آقا سینان حتما لیاقت این موقف داره. بسیار تشکر آقا کنان. پس در این صورت رای گیری میکنیم دوستان.
کی ها موافق هستن؟ بله، با اکثریت رأی تایید شد. از کلگیتون تشکر میکنم دوستم. به خاطر جلسه اجرایی هفته آینده بازم کنار هم جمع میشه. جلسه خلاص شد. یک دقیقه، اولین ماده برنامه ما است. زیاد وقتتان رو نمیگیرم. منظورت از ماده برنامه ما چی است؟ افزایش سرمایه. افزایش سرمایه. چرا متعجب شده این؟ شرکت ها یک جای شد. هدف کاری ما وسعت یافته. در این شرایط به خاطر کم ساختن ضرر کار، گرفتن قرضه یکی از روش‌های اساسی کار ماست. نیکی نفهمیده این ها؟ ما این موضوع را بین خود بررسی میکنیم. درست است. اگر سوال داشتین من در خدمتتان هستم. همراه ما میتونین به راحتی گپ بزنین آقا کنان. جلسه حال خلاص شد. یک مارکت دگان باز شده. میخوایم بفهمم که در اونجا چی چیزا داره. باز بریم. گوش چی میگم. ناز زیاد فکر من مخشوش ساخته. ددان کلگی ناز است. از شما پرسان میکنم کلتان پد میکنین. این ناز کی است؟ چرا هر وقت که نامش گرفتم ایچه کلگی پد میکنن؟ این گپه نیست که کسی او را پد کنه. چیزی با پد کردن نیست. بله جانم، جلسات خلاص شد. خب بگو چطور بود؟ قسمه که حد زده بودم مشکل و خسته کننده بود. من باید عاجل تو را دیده انرژی بگیرم. خوب میشه. بیا زومام در بیرون هستم. پس درست از زود آدرس روان که دیدنت بیایم. درست عشقم. راستی برات یک مژده دارم. وقتی بیایی زیاد متعجب میشی. واضح بگویم وقتی آمدم بدون تو هیچ چیز برای مهم نیست. دوستت دارم. مام. از صدایش معلوم میشه که کی است. از صدای قلبش از اینجام شنیده میشه. راستی؟ به خدا امکان داره. اولین بار است که یه قسم احساسا تجربه میکنم. حالا میایم میخوایم همراهی تو معرفیش کنم، اما در خانه به کس نگویی. باز در وقت مناسب میگم. نمیگم، تشویش نکن. خب چه وقت با هم معرفی شدین؟ دیروز یک ماه شد. در سالگرد یک دوست دانشگاهیم رفته بودم، سیرین. حتی تو رو دعوت کرده بودم. به یادت نیست؟ یادم اومد. از همونجا شروع شد. یعنی در محفل سالگرد؟ بله همونجا. وقتی از محفل برآمدم دفعتاً محترم درا خراب شد. تک و تنها در روی سرک مانده بودم. آی خدایا حالی چی کنم؟ توبه، این موبایلم خواندن نمیده. حالا من چی کنم؟ خدا لعنتت کنه. شب بخیر. بخیال موترتان خراب شده. بله متاسفانه. متاسف هستم. راستی هم در جای بده بند ماندین. اجازه است یک دفعه موترتان رو ببینم؟
بدبختانه موتور روشن نمیشه. اما اگه میخواین تا جایی که میرین رسانده میتونم شما را. ضرور نیست. ما به خانه زنگ میزنم اونا پشت میاین. اما تلفن اینجا آنتن نمیده. میتونم از تلفن شما استفاده کنم؟ بله البته که میتونین، بفرمایین. اما متاسفانه سر یکو هستیم. تلفن ما هم آنتن نمیده. حالا ما چی کنم؟ ببینین تا صبح هم از اینجا کسی تیر نمیشه. ضرورت نیست که اینقدر منتظر باشین. یعنی ما هر جایی که میخواین شما را رسانده میتونم و دیگه چاره‌ای هم ندارین. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. راستی من کنعان هستم. مام علینا هستم. خوش شدم. من همچنان. شما هم امشب ده سالگیری سیرین نبوده؟ کل شب کوشش کردم توجهتان را جلب کنم. اگر میفهمیدم که متوجه شده قبلا به خاطر معرفی پیشتان می آمدم. آهنگ روشن کنم مشکل نیست؟ نه راحت باشین. این آهنگ دلخواه ماست. از ما حتی من کل آهنگاش دارم. باورم نمیشه. پیش مام کل آهنگایش است. من در بخش کارهای هنری کار میکنم. حتی ثبت کنسرتاره؟ بله حتی ثبت کنسرتاره. مروارید دریایی. شما میره خوش داره؟ سرگذشتم به اندازه زخمایم عمیق است. اقدر دریا، اقدر نمک شفای خاطرات نمیشه. دریا جدا، آسمان جدا، بندیان به آرزوی آزادی. عشق به پایانی که تا ابد باقی است. شاعر دلخواهه. از ما. به نظرتان اقدر تصادف در یک شب زیاد نیست؟ شاید تصادف نه، تقدیر باشه. داستان ما این قسم شروع شد. اصل راستیم که بسیار یک شروع خوب بوده. او آمد. من چی قسم معلوم میشم؟ نفشنم خوب است. تشویش نکو، بسیار مقبول معلوم میشی. تو کجا میری؟ میخوایم همراهی معرفیت کنم. گپی نیست. من میرم کمی هوای تازه بگیرم، شما با هم گپ بزنید. تو عقلت بسرت هست بچیم؟ سلام مادر جان. پیشنهاد افزایش سرمایه چی معنا میته بچیم؟ کارمندای شرکت مفت کار میکنن مادر جان. ای چه قسم چتیات است؟ چرا یک قسم یک پیشنهاد دادی بچیم؟ نمیخوایم بفهمیم که پشت ماهیگیر کی است مادر. اگه پیشنهاد قبول نکنه به معنای تسلیم شدنش است. از ماهیگیر نجات پیدا میکنیم. اگه پیشنهاد قبول کنه پس چقدر خوب. میفهمیم که پشتش کی است، کی را کمک میکنه. اینقدر مطمئن نباش. اگه تا دیروز میگفتن شریک ما میشه قد خنده میکردیم، اما امروز شریک ما شده.
این ماهیگیر بسیار دستش پر است. پشتش هر کسی که از سیر تا پیاز ما را میفهمه. فریب ای گپه نمیخورن. ما او را فریب نمیتیم، به او حدش نشان میتیم. اما شرکت به خطر مندازی. این بازی چه طفلانه نیست. گفتم موضوع شرکت مهم نیست، موضوع عزت هست. او ماهیگیر باید بفهمه که او به حد و اندازه من نیست. اصل در اتاقش هست؟ بیرون رفته. یعنی چی که بیرون رفته؟ کت علینا بیرون رفتن. از کی اجازه گرفته؟ ضرورت است که از کسی اجازه بگیره؟ دیگه بیخبر از من. اصل قدم خود از این خانه بیرون نمیمانه مادر جان، فهمیدی؟ تا وقتی که ماهیگیر در چهار طرف ما باشه نمیخوایم او بیرون بره، فهمیدین؟ کارهای خانم محترم شروع کنیم. فردا همراه سینان به کار شروع میکنیم. هیچ کدامش تصادف نیست. کلش پلان شده و برنامه ریزی شده بود. مشکل من همراه دمیروغلو هست. یعنی اصل هیچ مهم نیست؟